تازه‌ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیمتان می‌داریم. سلام بینندگان عزیز. امروز 10 ینور در برنامه این موضوعها را داریم. مهلت کم مانده است. شرکت‌های موبیلی از ساکنان دعوت دارند که سیم کارت‌هایشان را فوراً با شناسنامه نو ثبت نام کنند. همه آماده نبودند. تلفن ضروریت هم نداره. یا تلفن ما اگه دارم همین اگر 10 روزه یک بار زنگ بزنم نزنم چی. در شهر نیویورک امریکا محکمه یک مجری ازبک آغاز یافت که به قتل 8 بیگناه در مرکز شهر متهم می شود. و 2 سالگی حسن حسین، فاطمه زهرا و بیبی آیشه زندگی پنجگانه کود در ختلان چگونه می گذرد؟ اینه گنده تره شتا بسیار گریه میکنن. با گذشت 4 سال از تصمیم مقامات هنوز هم اکثر ساکنان تاجیکستان سیم کارت‌های خود را با شناسنامه‌های نوین نمونه سال 2014 عوض نکردند. مقامات رسمی میگویند صدها هزار مشتریان باید فوراً چنین عمل را انجام بدهند، در صورت غیر از سیم کارت‌هایشان محروم میشوند. در خدمات علاقه و وزارت امور داخلی که ثبت نام دوباره سیم کارت‌ها را مهم ارزیابی کردند، دقیقاً نگفتند که آیا با انجام مهلت نوبتی زمانی به قیدگیری سیم کارت‌ها دیگر بار تمدید می شود یا نه. جزئیات بیشتر در گزارش علیشیر ظریفی و شهلای عبدالله. تا انجام مهلت ثبت نام سیم کارت‌ها در تاجیکستان با شناسنامه نو بیشتر از یک ماه دیگر باقی مانده است. با اطلاع خدمات علاقه تاجیکستان از شماره عمومی مشتریان فعال که زیاده از 6 میلیون را تشکیل می‌دهد، بیشتر از 800 هزار نفر سیم کارت‌های خود را ثبت نام نکرده‌اند. در خدمات علاقه صحبت در این موضوع خودداری نمودند. نمایندگان شرکت‌های موبیلی از ساکنان دعوت دارند که سیم کارت‌هایشان را فوراً با شناسنامه نو ثبت نام کنند. بسیارتر آدمایی که سن سالشون رفتگی و یا آماده هستند، خیر به نام پسراشون یا دخترشون گذراندند. بهترش بیان گذراند. این هم برای فایده خودشون که وقتی خودشون بیهوده صرف نمیکنن وقتی که محکم کردن سیم کارتشون. تصمیم ثبت نام دوباره سیم کارت‌ها سال 2019 گرفته شد و تا حال با وجود چند بار دراز نمودن مهلت به قیدگیری، ساکنان با پورگی در زمانی تعیین شده سیم کارت‌هایشان را دوباره ثبت نام نکردند. در اینجا از بس که تنها یک خدمت رسانی بود، مثلا عوض کردن شناسنامه با مقصد گرفتن یک خدمت رسانی، اما هم خدمت رسانی تجارتی. برای همین مردم اهمیتی کلان ندادند. اگر مثلا عوض کردن شناسنامه با مقصد گرفتن 10 خدمت رسانی الکترونی دولتی می بود، در اون حالت مردم ممکن خودشان تیزتر عوض میکردند. رستم گلوف کارشناس فناوری‌های نوین برای این نظر است که دریافت شناسنامه نو یا به قول پلاستیکی نه برای همه ساکنان کاری آسان است. بنابراین نقشه ثبت نام سیم کارت‌ها نیز با تأخیر اجرا می‌شود. همه اطلاعات در دست خودی مقامات کار داخلی علاقه هست، اما برای شناسنامه نو گرفتن مجبور هستید که باز همه معلوماتنامه از خطی دایر به بودن خط نکاح، دایر به جای استقامت و غیره و چی معلوماتی که در همون شناسنامه علاقه هست، همون رو باز دوباره در باره آنها معلومات جمع کردن در کار است. همه این وقت را میگیرد، همه این قوه را میگیرد، مبلغ صرف میشود و برای همین فکر میکنم این جریان خیلی مشکل است برای شهروند عادی که میبیند که همون شناسنامه باز همون شناسنامه است. با اطلاع وزارت امور داخلی تاجیکستان در 4 سال اخیر زیاده از 3 میلیون و 900 نفر شناسنامه نمونه سال 2014 را گرفتند. در این نهاد گفتند برای دسترس نمودن شناسنامه با افراد نفقه‌خوار و معیوبان امتیازها پیش بینی شده است. ساکنان در مورد گرفتن شناسنامه نو به خاطر ثبت نام سیم کارت‌هایشان نظرهای گوناگون دارند. اكو پاسپورت کویتونه که تین نمیتونن خو بعد پریکاس شد که خیلی چیز بروما بعد رفته گرفته که ما دادم سفید تلفن ضروریت هم نداره. یا تلفن ما اگه دارم همین اگر 10 روزه یک بار زنگ بزنم نزنم چی. 4 سال پیش خبری دیگر باره ثبت نام کردن سیم کارت‌ها انبوی زیادی آدمان را در نزد اداره‌های شناسنامه‌دهی جمع آورده تنقیدهای زیادی را در پی داشت. ساکنان و منتقدان آن را خرج اضافی و سرگردانی برای اهالی نامیدند، ولی مقامات آن را برای تقویت چاره‌های امنیتی مهم می‌شمارند.
با اطلاع خدمات الوقای تاجیکستان در کشور شماره عمومی سیمکارت‌های ثبت نام شده الوقای موبیلی بیشتر از 8 میلیون و 130 هزار بوده. از این 6 میلیون و 375 هزار و 368 عددش مشتریان فعال هستند. رو می‌ریم با موضوعهای دیگر. روز دوشنبه در امریکا محکمه مهاجر ازبک سیف‌الله سویپوف متهم با کشتار 8 نفر شروع گردید. 5 سال پیش بعد حمله خونین سویپوف که سال 2010 به امریکا مهاجرت کرده است به افسر خدمات تحقیقات فدرالی این کشور گفته بود از این کارش افتخار می‌کند. امروز سویپوف خود را بیگناه می‌شمارد، ولی اگر گناهش ثابت شود احتمالاً این محاکمه با اولین حکم اعدام در دوره رئیس جمهوری جو بایدن به انجام رسد. میرزا نبی خالقزاد موضوع را ادامه می‌دهد. روز 9 ژانویه در منطقه منهتن نیویورک محاکمه سیف‌الله سویپوف متهم به کشتار 8 نفر آغاز یافت. به قول دادستانها فردی متهم هوادار سازمان دهشت‌افکن دولت اسلامی و یا داعش بوده می‌خواست به واسطه حمله مرگبار صداقتش به این گروه را ثابت کند. دادستان الکساندر لی یادآور شد که 31 اکتبر سال 2017 در عرفه عید هالوین سویپوف 34 ساله ماشین به اجاره گرفتش را سوی رهگذرها و دوچرخه‌رانها روانه کرده 8 نفر را به هلاکت رسانید. بیش از 10 کس دیگر جراحت برداشت. لی افزود که سویپوف سر از سال 2014 توسط اینترنت درباره داعش معلومات جمع کرده است. دادستان گفت سویپوف مخصوص روز هالوین را انتخاب کرده بود تا در کوچه آدم بیشتر باشد. همچنین به گفته لی سویپوف میخواست بر رهگذرها در پل بروکلین نیز حمله کند. سویپوف 28 بند عیبنامه را که در آن اتهام کشتار و یاری به سازمان تروریستی ذکر شده است قبول ندارد. در تالار دادگاه سویپوف ازبک تبار با نقاب حاضر شده جریان محاکمه را با کمک ترجمان پیگیری میکرد. ماه سپتامبر گذشته وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا تاکید کرده بود که در دادگاه حکم قتل سویپوف را طلب می‌کند. در همین حال خبرنگار ریترز خاطرنشان می‌کند که ماه ایولی سال 2021 دادستانی کل ایالات متحده آمریکا مریک گارلند به اجرای حکم‌های فدرالی قتل مراتوری جاری کرده است. رابرت دنهم حقوقشناس و مدیر عامل مرکز اطلاعاتی حکم‌های قتل میگوید دادگاه باید از احتیاط کار گیرد. وقتی یک نفر با هدف به اصطلاح شهادت عملی تروریستی را اندازه می کند، ظاهراً حکم قتل تشویق این عمل است. موجودیت حکم قتل و اجرای آن به نظم جمعیتی خطری بیشتر دارد. بر علاوه وقتی عملکرد تروریستی این گونه به اصطلاح گروه‌های تنها تحقیق می شود، آشکار می گردد که آنها بیماری روحی و یا حداقل مشکلی روانی دارند. دادرس منطقه منهتن ورنان برادریک میگوید احتمال محاکمه سویپوف تا 3 ماه ادامه یابد. برنامه را ادامه می‌دهم و می‌رویم به افغانستان که در آنجا بعد آمدن طالبان به سر قدرت حالش تباه شد و بعضی از خانواده‌های سرفرزند می‌گویند آماده‌اند یک جگربندشان را بفروشند تا دیگریش را نجات بدهند. سرنوشت تلخی یکی از این عائله‌ها در ولایت غور را همکارم طاهری سفر برایتان قصه می‌کند. در این روستای دوردست ولایت غور افغانستان زهرا و فرزندانش بیرون نشستند تا از نور آفتاب گرم شوند. ناداری و نبود غذا این خانواده را تا سرحد فروش فرزند رسانده است. حالی افغان کودک داریم مجبوریم که یکی از بچه‌ها یا همین دخترها بخرن و مگر هم بگو سودا کنیم که چون یک همزی یا یک شب سودا کنیم چون یک دیگر نجات بدیم. زمستان امسال برای زهرای 35 ساله سخت‌تر می‌گذرد زیرا همسر او عضو نیروهای امنیتی حکومت گذشته بود و از حساب مزدکار زندگی را تامین می‌کرد. همسر زهرا می‌گوید که کودکانش هر روز از گرسنگی می‌گیرند اما اکنون چاره ندارد.
معامل وضعیت ما خیلی خرابه تو آخری. پیش از این مؤسسه‌های امدادی به خانواده زهرا و عبدالقادر کمک می‌رساندند، اما پس از آنکه طالبان کار زنان در مؤسسه‌های دولتی را منع کردند، مؤسسه‌های امدادی هم کارشان را باز داشتند. این کمک‌ها خب برای مردم مفید هست، چون در سطح بورژ یک وضعیتی است که مردم به خاطری که مشکلات اقتصادی و فقر زیاد است، کمک‌های مؤسسات مفید هست، اما باید طوری باشه که با منافع مسلمان‌ها متضاد نباشه و مخالف نباشه و آبروی مردم حفظ شود. و گفته زهرا شاید فرزندانش را از سردی هوا امین نگه دارد، اما نمی‌داند برای رفع گرسنگی به امان بچه‌هایش چی کار کند. برمیگردیم به توجیکستان. 2 سال پیش در همین شب روز در توجیکستان اولین پنجگانیک به دنیا آمد. والدین این طفلان میگویند با بزرگ شدن کودکان تشویش آنها کمتر نشده است و پرستاریشان با مشکل دست می‌دهد. همکار ما با آشنایی با زندگی پنجگانیک‌ها این گزارش رو فرستاد که با هم می‌بینیم. دلنوزه محمدова در 2 سال گذشته خواب را به قول در خوابش می‌بیند. پنجگانیک‌ها نمی‌گذارندش چشمانش را ببندد. یکی به سبب می‌گیرد، دیگری از گرسنگی. سومی شوخ و ناآرام است. زندگی مادر اولین پنجگانیک‌ها در تاجیکستان که در ناحیه قبادیان ولایت ختلان زندگی می‌کند چنین است. من حسن جون خوب کمتر گپا می‌گیرم. اینه گنده تره. شتا بسیار گریه میکنن. یک چیره میقپن که هیچ کده نمیتید. مادر پنجگانیک‌ها میگوید فرزندانش راه شده اند، ولی مشکلشان کم نشده است. همه چی میخورن و سیرانو شیره میخورن. در پرستاری حسن و حسین، فاطمه و زهرا و بیبی اویشه گاه خویش و تبار کمک میکرده اند. چند بار مقامات و خیرخواهان الهیده کمک مالی و غذایی رسانیده اند. حکومت ناحیه قبادیان بعد تولد پنجگانیک‌ها با خرج 235,000 سومانی برایشان خانه ساخت. پدر طفلان رحمان نورمتوف بعد 3 سال تنفس دیگر باره برای کار به روسیه رفته است. شرایطش قیید. هیزم نیست. همش کیم میپوشه. جومش قلاده صابون نیست. عینه نیست. این کومرم نیست. از روزی که پزشکان پنجگانیک‌ها را در بدن دلنوزه دیدند، نگاهبینی مادر و تا خانه رسانیدن طفلان رایگان بوده است. حالا چنین نیست. میبرم دکترها نگاه میکنن، همش پول است. یگانتش بی پول نمیبینن. اجرت خطی میبرم، یک تا اجرت خطی میبینم. گریپ شده. خودم شدم، این بچه هم شده یکم بار. اینو را توابت کردیم که خیلی همش هسته، همش کلش میکنن و دکتر دبارم همش پول میگیرن. در تاجیکستان تولد 2 گانیک، 3 گانیک و 4 گانیک ثبت شده است، ولی 5 گانیک در 30 سال اخیر بار اول به دنیا می آید. محمود جان احمدزاده، آزادی، ولایت ختلان. وزارت معارف و علم توجیکستان با دلیل سردی و حفظ سلامتی نورسان تعطیل زمستانه در مکتب و باغچه‌های کودکانه را تا 16 ینور دراز کرد. امروز 10 ینور روز آخری تعطیل زمستانه برای نورسان بود و از فردا باید درهای مکتب‌ها باز می‌شد. وزارت در خبرنامه روز 10 ینور گفته است خوانندگان و جای استراحت در زمستان در تعطیل بهاری و تابستانی به درس جلب خواهند شد. پیش از این کاربران زیادی در شبکه‌های اجتماعی از مقامات خواستند تا در هوای سرد خوانندگان را به تحصیل جلب نکنند و تعطیل زمستانه را دراز نمایند. دوستان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد، ولی شما چون همیشه امکان دارید خبر و گزارش‌های نو و تازه را از سامانه رادیو آزادی و در صفحه‌های ما در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیک پیدا نمایید. اگر خود شما شاهد حادثه شدید و می‌خواهید با ما در میان گذارید، با ما تماس بگیرید. خدا نگهدارتان.